سلام به سیای من، چه خبر؟ خوش اومدیم به این ویدیو. کرد زبان، فارس زبان، ترک زبان. به این ویدیو خیلی 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 خوش اومدید. آقا امروز در مورد یوتیوب حرف میزنیم، در واقع آموزش یوتیوبه. آقا ببینید امروز بحثمون چیه؟ شورت بذاریم یا ویدیو لانگ؟ ویدیو لانگ چیه؟ ویدیوی لانگ یعنی ویدیوی بلند، بالای 3 دقیقه، بالای 2 دقیقه میشه ویدیو بلند. یعنی بالای 3 دقیقه تایمش بلنده، دیگه نمیتونی مثل شورت آپلود بکنی. باید شما تو وریفای بکنید که براش تامنیل بسازی. اول تامنیل که ساختی، بعدش میتونی ویدیو تو آپلود بکنی. تامنیل هم همون وقتی که ویدیو تو آپلود کردی، یا میخوای آپلود بکنی، بالای ویدیو اونور گید علامت خودکار هستا. تامنیلی که ساختی اونجا میزنی. تامنیلی که آپلود کردی و ویدیو هم که ساختی، بالای 3 دقیقه ویدیو که داری، با ویدیوهای بالای 3 دقیقه پول زیادی هم داره. مثلا فرض کن ویدیویی که داری بالای 3 دقیقه است. خب مردم فکر کن تا آخر اون ویدیو رو ببینه. مثلا 4 ساعت ویدیو 4 ساعت ویدیو رو ببینن. اون تایم رو بذارن، اگه تا آخر ببینن ویدیوت بلند میشه. واچ تایم هم فقط با ویدیوهای بلند پر میشه، با ویدیوهای لانگ پر میشه. فقط ویدیو لانگ، واچ تایم با ویدیوهای لانگ. فرض کن تا آخر یه نفر ویدیو لانگ رو ببینه، 4000 ساعت اون تخمین رو بذاره ویدیو تو ببینه، 4000 ساعت باید پر بشه توی واچ تایمت. تو فرض کن کاربر تا 4 ساعت وقت بذاره ویدیو تو ببینه، هم واچ تایمت تاثیر میذاره، هم به درآمد تاثیر میذاره. یعنی در واقع بگم شورت درآمد کمی داره، ولی ویدیو لانگ درآمد خیلی بالایی داره. اصلا نمیتونم چه بگم دیگه، باید خودتون تجربه کنید و عشق کنید. و ویدیو شورت چیه؟ ویدیو شورت یعنی ویدیو کوتاه. ویدیو کوتاه یعنی پایین 3 دقیقه، پایین 2 دقیقه میتونی ویدیو آپلود بکنی که تامنیل لازم نیست. و باید برای جذابیت بیشتر برای ویدیو شورت تامنیل بسازید که بیشتر کانال جذاب‌تر بشه. یعنی بچه‌ها ببینید تامنیل که مثل ویدیو لانگ نیست، مثلا بخوای بالا خودکار یه دونه تامنیل بزنی. ویدیو شورت که اونو ندارن، قابلیت تو باید وقتی که ویدیو داره ادیت میزنی، اون 2 ثانیه اولش 4 ثانیه اولش تامنیلی که ساختی بذاری روی ویدیو اول، یه کوچولو بکنی 2 ثانیه اول تایمشو و بعدش رد کنی بری. دیگه اون شده یه دونه ویدیوی جدید. شورت با اون کار میتونید اینو انجام بدید. تو برنامه ایدیتتون 2 ثانیه اول اون تامنیل رو بزنید یا بذارید. و اگه این کارو کردید، مثلا برید بچه‌ها ویدیوهای کوتاه تایم‌های بلند خیلی فرق داره. مثلا این ویدیو لانگ خیلی بازده کم میگیرن تا اوج ناامیدی شما رو میبرن. یعنی وقتی شما ویدیو بلندی که بالا 3 دقیقه آپلود کردیم و تامنیل هم گذاشتین روی ویدیوهاتون، خب باید یه دونه چند سال یا چند ماه صبر کنین تا اون یه دونه 6 تا یا 7 تا ویو بگیره. این خیلی سخته براتون. ولی اگه می‌خواید واقعا سابسکرایبر زیاد بگیریم و 10 میلیون بازدم زودتر پر بکنید، ویدیو شورت میتونیم بسازیم. ولی یه جا گیر می‌کنید، واچ تایم. واچ تایم که با هیچی پر نمیشه و خیلی سریع این واچ تایم ناامید میشن و یوتیوب رو ول میکنن. واچ تایم فقط با ویدیو بلند بالا 3 دقیقه با ویدیو لانگ گفتم پر میشه. اگه اونو نسازی با شورت بخوای واچ تایم رو پر بکنی، خیلی برات دردسر ساز میشه. یعنی باید سال این کارو بکنی و خیلی هم سخت نتیجه میگیری، یا شاید هم نگیری اصلا. اگه میخوای واقعا یوتیوب برسه، هدف تو اول چیه؟ کدوم ویدیو رو میذاری اول؟ اولویت چیه؟ شورت یا لانگ؟ یه دونه‌شو بذار، نه ترکیبی شورت یا لانگ، هم شورت هم لانگ. این کارو بذاری یوتیوب گیج میشه و نمیدونه واسه کدوم ویو بده. شورت ویو خیلی بالا میگیره، در واقع مثل یوتیوب در واقع الگوریتم میشینه. شورت خیلی بالا ویو میگیره، ولی ویدیو لانگ دم فردا بذاری رو 3 ویو گیر میکنه. بازم میخواد فردا شورت بذاری، ویو بالا میگیره، ویدیو لانگ رو 3 ویو گیر میکنه. چرا؟ چون که یوتیوب فکر کنه ویو زیادی واسه شورت داده، دیگه واسه لانگ نمیتونه بده. ولی هدف مشخصی داشته باشی، فقط ویو بخوای ویدیو لانگ آپلود بکنی، ویدیو شورت رو بذاری کنار، فقط یوتیوب فکر کنه آقا فقط ویدیو لانگ ویدیو بلند میذاره، فقط تخمین میذاره واسه ویدیو لانگت، فقط واسه اون ویو بده. وقتی میبینه ویدیو شورت نداری، فقط ویدیو لانگ داری و تصمیم میگیره فقط واسه اون ویو بده. و اون وقت کاربر میاد تو چنل، فقط میبینه فقط تو ویدیو لانگ داری، معزوم میشه فقط اونا رو ببینه. ولی اگه شورت داشته باشه، فقط شورت ببینه، حوصله‌اش سر میره و نمیاد ویدیو لانگ رو ببینه. چون که ویدیو شورت بازده بیشتری دارن، دیگه خیلی سخت میاد ویدیو لانگ رو ببینه. پس هدف اول فقط ویدیو لانگ بذار، باز ببر بالا. و وقتی یوتیوب فکر کرد اولویت و هدف فقط ویدیو لانگه، واسه ویدیو لانگ ویو داد و بعدش که مانیتایز شد سراغ ویدیوهای شورت. و بعدش میتونی وقتی که ویدیو لانگ ساختی، اون ویدیو لانگ تو پرش شدی چند ثانیه و چند دقیقه بکنی، با اون ویدیو شورت بسازی، پای بنویسی، بیان لینک زیر هست ویدیو اصلی رو ببینن. امیدوارم تا آخر ویدیو هم لذت برده باشید. که کانال منم سابسکرایب و لایک بزنید، ما هم انرژی بگیریم و سه شنبه و جمعه منتظر ویدیو همون باشید. I love you فعلا.